خیلی ممنون از اینکه زمانتون رو گذاشتید و توی این رویداد شرکت کردید. هدف از برگزاری این رویداد طبق حالا صحبتی که خود من شخصاً با تک تک شما دوستان داشتم، بحث معرفی ماژول پرواز همکاران سیستم و ماژولی هستش که اخیراً توی اکوسیستم بازار همکاران سیستم عرضه شده. ما در این 1-2 ساعتی که در خدمتتون هستیم میخوایم در واقع به معرفی کلی این محصول بپردازیم. آقای پگاهنیا مدیرعامل شرکت فراسامانه در ابتدا یک معرفی کلی از شرکت فراسامانه به عنوان بیلد پارتنر همکاران سیستم و یکی از شرکت‌های تحت لیسانس خواهند داشت و یک نمای کلی از نرم افزار در واقع ماژول پرواز رو ارائه خواهیم داد و در ادامه آقای کروندیان به عنوان مدیر پروژه محصولات اکوسیستم بازار ما رو تا آخر مسیر همراهی خواهند کرد و به شکل جزئی تر و دیتیل تر دموی سیستم رو با هم خواهیم دید. ممنون میشم توی این در واقع ساعتی که پیش رو داریم اگر سوال، نکته یا ابهامی وجود داشت توی اون در واقع کادر کناری این استریم سوالاتتون رو ثبت بفرمایید و ما در آخر به این سوالات حتما خواهیم پرداخت و تمام تلاشمون میکنیم که پاسخی شفاف به شما ارائه خواهیم داد. خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. من پگاهنیا هستم، مدیرعامل شرکت فراسامانه. شرکت فراسامانه شرکتی هستش که به عنوان تحت لیسانس همکاران سیستم کار خودش رو از سال 1381 شروع کرده و در سال 1382 ثبت شده. توی این 23-4 سالی که فعالیت خودمون رو انجام دادیم اصولاً تمرکزمون روی توسعه بازار همکاران سیستم از راه فروش، نصب و راه اندازی و استقرار محصولات همکاران سیستم بوده و از سال 99 به عنوان یکی از 2-3 تا شرکت اولیه‌ای که بیلد پارتنر همکاران سیستم شدن فعالیت شروع تولید محصولات کاستومایز شده تری رو برای مشتریان همکاران سیستم آغاز کردیم. شرکت همکاران سیستم، شرکت فراسامانه در مجموعه همکاران سیستم طی این 20 اندی سال بیش از 2200 پروژه نصب و راه اندازی محصولات همکاران سیستم رو در قالب 8000 ماژول برای تقریبا 60 مشتری به سرانجام رسونده. اصولاً به خاطر ساختار شرکت و پروژه‌هایی که تو این سالها اجرا کردیم، لایه پروژه‌هایی که ما کار کردیم پروژه‌های متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ در تقسیم بندی پروژه ها در نظر گرفته می شده و امروز روز ما با حدود 22 نفر پرسنلی که در مجموعمون هستن در 2 حوزه فروش و نصب و راه اندازی محصولات همکاران سیستم و بیلد پارتنری، تولید و کاستومایزیشن محصولات برای مشتریان فعالیت خودمون رو داریم انجام میدیم. در حال حاضر 3 محصولی که خب بولدتر هستند و مهمتر هستند و در حال عرضه در سایت بازار همکاران سیستم هستند که توسط فراسامانه داره ارائه میشه: ماژول پرواز کارکنان، ماژول مدیریت املاک یا موجودی املاک و ماژول مدیریت هتلداری هستند. اما ماژول پرواز چی شد که اصلا تولید شد؟ شاید به خودی خود بشه گفت که ظرف سالها تاریخچه زندگی بشر همیشه شغل یا محل کار افراد در کنار محل زندگیشون بوده، اما با صنعتی تر شدن و توسعه کسب و کارها کم کم بیزنس هایی به وجود اومد که فضای اونها بیش از چند 10 کیلومتر یا چند صد کیلومتر با محل زندگی آدم ها متفاوت بوده و این عرصه باعث شد که عرضه هایی از محصولات کم کم به فکر تولید کنندگان حتی نرم افزار بیفته که در حوزه خدمات، رفاهی و گردشگری سرمایه های انسانی بتونیم محصولاتی رو عرضه کنیم که تسهیل تر کنیم کسب و کار مردم رو از این بابت. لذا ظرف سالهای گذشته بیزینس هایی مثل نفت و گاز و پتروشیمی، مثل دانشگاه ها و اساتید پروازی کم کم رشد کردن تا یه جایی یه کارخونه‌ای شاید در یک استان باشه، دفتر مرکزیش در مثلا تهران باشه و 2، 3، 4 یا 5 مدیرش فقط بخوان تردد بین 2 منطقه رو داشته باشن.
خب چالش کمتری داره، معمولا واحدهای منابع انسانی، سرمایه انسانی یا مسئولین دفاتر هماهنگی‌های لازم رو تو این زمینه پیش میبرن. اما از یک جایی به بعد بیزینس هایی میاد مثل پتروشیمیایی که در جنوب کشور ما هستن و بخش زیادی از مدیران یا پرسنل اینها بین استانهای مختلف تا محل کارشون باید تردد کنن. باعث شده که خب سازوکاری رو لازم داشته باشن، سهمیه بندی هایی بخواد اتفاق بیفته، تهیه بلیط برای اینها، کنترل زمان مأموریت اینها، شیفت اینها، زمان استراحت یا مرخصی اینها باید مدیریت بشه. ما اومدیم تحقیقی رو انجام دادیم و دیدیم تو حلقه ERP همکاران سیستم تقریبا تو حوزه HR این ماژول مورد نیاز بخشی از مشتریان ما هست و ما نتونسته بودیم برای این راهکار مناسبی رو عرضه کنیم. این شد که به این فکر افتادیم، با چند مشتری مذاکرات خودمون رو شروع کردیم و رفتیم به سراغ تولید این محصول. در قالب این محصول ما سعی کردیم ویژگی هایی رو که بولتر هستن و مشتریان از ما خواستن به این شکل که مشاهده می‌فرمایید: فروش سهمیه پرواز به شرکت‌ها و آژانس‌ها، کنترل تعداد سهمیه پروازی برای کارکنان، ثبت نرخنامه مسیرهای پروازی و ارائه گزارشات مربوطه به تفکیک شرکت‌ها، امکان ارسال پیامک برای ذی‌نفعانی که توی این پروسه قراره از این فرایند استفاده کنن، یا ثبت درخواست پرواز با قابلیت ورکفلو یا گردش کار داخل سیستم راهکاران رو عرضه کنیم. برآورد می‌کنیم دستاوردهایی که حداقل در ابتدا برای مشتریان ما میتونه داشته باشه. دقت بالا در کنترل شیفت ها و درخواست هاست. ارسال یک پارچه و آنلاین لیست پروازی به شرکت هایی که چارتری انجام میدن از طریق API یا وب سرویس باشه. ارائه گزارش صورت حساب ریالی به تفکیک شرکت های چارتر کننده باشه. کنترل ثبت مجوز مرخصی و مأموریت و شیفت کاری در تاریخ های مد نظر مشتری باشه. محصولی که امروز شما مشاهده می‌کنید حاصل تجربه ما و مذاکراتی است که با مشتریان لایه اول به دست اومده. سعی کردیم یک محصولی رو تولید کنیم که چالش‌های مشتریان فعلی رو حل کنه، محصولات شبیه اون در بازار کشور رو بررسی کنیم و در قالب ERP راهکاران یه فرایند بهتر شده در داخل یک ERP یکپارچه رو عرضه کنیم. این محصول الان با جبران خدمات راهکاران، کارگزینی راهکاران، تردد راهکاران و خدمات الکترونیکی ارتباط یکپارچه داره و در قالب ورکفلو میتونه BPMS یا گردش کار رو در سازمان ران کنه و از طریق API یا وب سرویس به انواع درگاه‌های بیرونی برای ارائه یا دریافت اطلاعات به صورت اتومات متصل بشه. امیدواریم در صورتی که بتونیم همکاری رو با شما عزیزان داشته باشیم این محصول رو در کنار شما توسعه بدیم، کما اینکه این محصول تا این لحظه همونجوری که خدمتتون عرض کردم بر اساس دانش مشتریان تا کنون و دانش ما بوده و ما استقبال می‌کنیم تو گام‌های بعد در صورتی که بخوایم از این محصول در شرکت‌های دیگه استفاده کنیم این محصول رو توسعه بدیم. مرسی و ممنون از وقتی که گذاشتید. من ادامه فرایند رو با آقای کروندیان مدیر پروژه لاین بیلد پارتنری در شرکت فراسامانه میسپارم تا به روی محصول ریزتر و دیتیلتر این محصول رو خدمتتون ارائه کنن. نرم افزارهای راهکاران با تکیه بر امکانات و قابلیت‌های خود عمده نیازهای کسب و کارها را به صورت جامع پوشش دادند. همزمان با رشد و توسعه شرکت‌ها و تخصصی تر شدن فعالیت‌ها نیازهای جدید و خاصی شکل گرفته است. برای پاسخگویی به این نیازها همکاران سیستم با بهره‌مندی از ظرفیت شرکت‌های توسعه دهنده بیرونی و همکاری با آنها به عنوان شریک توسعه محصولات یکپارچه با نرم افزارهای راهکاران را تولید و از طریق بستری در اختیار مشتریانش قرار داده است. این بستر بازار همکاران سیستم نام دارد. بازار پل ارتباطی منسجمی بین مشتریان و شرکت‌های توسعه دهنده است که با استفاده از امکانات آن می توانید به راحتی محصول مورد نظر خود را جستجو و پس از دریافت اطلاعات بیشتر از شرکت توسعه دهنده مربوطه و بررسی‌های لازم نسبت به خرید آن با اطمینان اقدام کنید. در سایت بازار همکاران سیستم محصولات ارائه شده توسط توسعه دهندگان به تفکیک جدیدترین، پرفروشترین یا بر اساس فیلتر قیمت مرتب شدند. کاربران می توانند محصولات را بر اساس حوزه‌های مختلف از جمله مالی، لوجستیک، سرمایه انسانی یا به تفکیک صنعت مد نظر خود جستجو کنند.
در وبسایت بازار هر محصول صفحه مجزای خود را دارد تا شما قبل از خرید بتوانید علاوه بر اطلاع از ویژگی‌های هر محصول از نرم افزارهای پیش نیاز و نسخه محصولی آن آگاه شوید. در صفحات محصولات می توانید از بازخورد سایر کاربران در مورد جزئیات و کیفیت محصول مطلع شده یا بعد از خرید با امتیازدهی و ثبت نظرات خودتان سایر کاربران را در فرایند خرید و تصمیم گیری راهنمایی کنید. به علاوه در صفحه هر محصول اطلاعات توسعه دهنده مربوطه قرار دارد تا شما برای آشنایی بیشتر با محصولات بدون واسطه با شرکت توسعه دهنده تماس بگیرید. بعد از انتخاب محصول شما می توانید همه مراحل از ثبت و پیگیری سفارش تا دریافت قفل محصول را به صورت متمرکز از طریق سایت بازار همکاران سیستم دنبال کنید. در تمام مراحل و صفحات بازار آیکون از ما بپرسید مسیر ارتباطی بین کاربران و واحد راهبری بازار است تا شما بتوانید نکات، پیشنهادات و سایر نیازهای محصولی خود را مطرح نمایید و بعد از بررسی درخواست نتیجه را از طریق ایمیل دریافت کنید. بازار همکاران سیستم، بستر یک پارچه ارائه نرم افزارهای سازمانی. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همراهان عزیز. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم و این محصول رو برای شما ارائه میکنم و در ادامه هرچه سریعتر میپردازیم به دموی ماژول پرواز و سعی میکنم که سرفصل‌های اصلی رو روی فرم ها برای شما توضیح بدم و در ادامه اگر سوالی بود در جلسه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. همونطوری که مشاهده میکنید ماژول پرواز کارکنان در خود نرم افزار راهکاران قابل مشاهده هستش. اینجا لازم نیستین. فکر کنم درست. همونطوری که مشاهده میکنید ماژول پرواز راهکاران داخل خود منوهای اصلی قابل مشاهده هستش و ما اطلاعات پایه رو داریم که آخر اطلاعات پایه شرکت های طرف قرارداد رو مشاهده میکنید. این شرکت های طرف قرارداد میتوانند شرکت های چارتر کننده، آژانس های هواپیمایی که قرار ما سهمیه های مازاد رو بفروشیم به این سازمان ها، پیمانکارهای شرکت هستند و شرکت های همکاری که باز ما بخوایم سهمیه های مازادمون رو به اینا ارائه بکنیم. شرکت های چارتر کننده هم شرکت هایی هستند که برنامه های پروازی و طی بازه های زمانی مختلف برای ما چارتر میکنن و در اختیار شرکت قرار میدن. هر کدوم از این شرکت ها مثلا شرکت های چارتر کننده احتمال داره یک سری درصدهای بالاسری داشته باشن که از مجموع قیمت هایی که در اختیار ما قرار میدن یک درصدی بهشون اختصاص داده بشه، یا همینطور امکان داره آژانس های هواپیمایی یک تخفیفی بابت قیمت‌های بلیط داشته باشن که ما اینجا داخل فیلدهای مربوطه ای توانیم ثبت بکنیم. فرم‌های بعدی شرکت‌های هواپیمایی هستند که ما داخل شرکت‌های هواپیمایی کلیه ایرلاین هامون رو تعریف می‌کنیم. شهرهای پروازی باز هستند که به صورت پیش‌فرض ما کلیه شهرهای پروازی که شامل فرودگاه هستند و اینجا تعریف خواهیم کرد. و در آخرم داخل اطلاعات پایه یک فرم تنظیمات عمومی داریم که این فرم تنظیمات عمومی رو من در ادامه فیلدهاشو به مرور برای شما توضیح خواهم داد. بعد از اطلاعات پایه ما یک سری برنامه‌های پروازی داریم که قرار شرکت‌های چارتر کننده این برنامه‌های پروازی رو در طی زمان‌های مختلف که میتونه سالیانه، 3 ماهه، ماهیانه و در فواصل مختلف باشه به شرکت ما یا اون شرکت پتروشیمی ارائه کنه. برنامه‌های پروازی ما
به این شکل تعریف میشه که نام الاین در قسمت بالا شرکت چارتر کننده بازه زمانی که این قرار مسیرهای پروازی در چه بازه زمانی ارائه بشه و اون شرکت هواپیمایی که قرار این برنامه پروازی رو ارائه بده و در پایین هم روزهای هفته، کلاس‌های پروازی، تعداد سهمیه های ما، فرودگاه مبدأ و فرودگاه مقصد و شماره‌های پرواز و زمان و ترمینال و در آخر هم یک دسترسی عمومی قرار داره که آیا این مسیر پروازی برای پرسنل یا کارمندها قابل دسترسی عمومی باشند یا نباشند ارائه میشه. بعد از تعریف این برنامه‌های زمانی که در فواصل مختلف داخل سیستم ثبت میشه، ما در مبحث بعدی قیمت گذاری این مسیرهای پروازی رو داریم که داخل این فرم اون برنامه‌های پروازی که شرکت‌های چارتر کننده به ما ارائه کردن، قیمت هر مسیر رو داخل این فرم تعریف می‌کنیم که بعداً ما بتوانیم طی گزارشی به تفکیک این شرکت‌های چارتر کننده با اون درصدهای تخفیف و درصدهای بالاسری که ثبت کردیم یک صورت حسابی به این شرکت‌های صادر کننده بدیم، چارتر کننده، و بتوانیم اون هزینه‌ای که داره رو به این شرکت‌ها پرداخت بکنیم. در جای دیگه ما یک سری که یکی از مهمترین موارد این ماژول هستش، ما یک سری انواع رزرو یا همون سهمیه هایی هستش که در سازمان خودمون داریم و قرار این سهمیه ها رو به پرسنل خودمون ارائه کنیم. این سهمیه ها به عنوان مثال یک نامی داره که مثلا اینجا یک سهمیه رفاهی ساکن شاغل تعریف شده که ما اینجا میگیم که آیا این سهمیه‌ای که تعریف کردیم یا این نوع رزروی که تعریف کردیم دارای محدودیت هست یا دارای محدودیت نیستش. از این بابتی که من قراره بابت این سهمیه یک تعداد خاصی به پرسنلم تخصیص بدم یا قراره نه این بدون محدودیت باشه. و همینطور یک پارامتر تخصیصی هم داریم که این میتواند بدون پارامتر باشد و با پارامتر مدرک تحصیلی که مثلا اگر کسی دیپلم بود در سال 4 تا سهمیه پروازی بگیره، یا مثلا اگر فوق لیسانس بود 8 تا سهمیه پروازی بگیره، یا اینکه نه من بدون پارامتر هستم و قراره به یک شکل به تمام پرسنل شرکت هم یک سهمیه پروازی بدم. نکته بعدی انتقال سهمیه باقی مانده به دور بعد هست که با فعال کردن این اگر پرسنلی داخل شرکت سهمیه مازادی داشت به دور بعدی انتقال پیدا خواهد کرد، یا اگر این فعال نباشه در پایان اون دوره سهمیه ها خواهد سوخت و ارائه به دوره بعد نخواهد بود. یک دوره تخصیص داریم که این دوره تخصیصی که یا این تعدادی که من قراره به کارمندم بدم دوره سالیانه هست، دوره روزانه هست، هفتگی هست یا ماهانه هست. و در فیلد پایینی به ازای هر دوره تخصیص هست. مثلا سالانه من هر 1 سال 1 بار قراره این سهمیه رو بدم یا قراره هر 3 سال 1 بار این سهمیه رو بدم. مورد بعدی ما گردش کار هستش که آیا این سهمیه‌ای که الان دارم تعریف میکنم در فرایند گردش کار شرکت میکند یا شرکت نخواهد کرد. فرایند گردش کارم به این شکل خواهد بود که در ساختار سازمانی که تعریف میشه طی نیاز هر شرکت که چه افرادی داخل چارت سازمانی با چه پست هایی این درخواست های پروازی کارمند رو می توانند تایید کنند و به کارتابل نفر بعدی ارسال بشه.
مورد بعدی امکان داره این سهمیه‌ای که من دارم تعریف میکنم از نوع فروش باشد. من یک سهمیه پروازی تعریف میکنم و این سهمیه پروازی فقط اختصاص داره به فروش سهمیه‌های مازاد من به آژانس‌ها یا شرکت‌های پتروشیمی همکار، که اگر همچین موضوعی باشه باید این نوع یک فعال بشه. مورد بعدی من امکان داره من یک سهمیه پروازی تعریف کنم که این سهمیه پروازی قرار نیست از برنامه پروازی هایی که شرکت های چارتر کننده برای من ارائه می کنند از اونجا انتخاب بشه. برفرض شرکت های چارتر کننده مثلا برای پتروشیمی هایی که در حوزه عسلویه هستند از سایت عسلویه به شهرهای مختلف و از شهرهای مختلف به سایت عسلویه چارتر میشن، ولی شاید احتیاج باشه من یک سهمیه پروازی بخوام به پرسنل بدم که خارج از این برنامه‌های پروازی باشه، مثلا از تهران به شیراز، و دیگه در درخواست پروازی لازم نباشه اون کارمند بره برنامه پروازی شرکت‌های چارتر کننده رو انتخاب بکنه و قرار من مسئول امور پرواز با توجه به مسیر خارج از اون مسیرهای پروازی برم یک بلیط رو برای این کاربرم بخرم و در اختیار اون قرار بدم، که اگر سهمیه پروازی به این شکل باشه ما این گزینه رو فعال خواهیم کرد. مورد بعدی که داریم، آیا این سهمیه پروازی که من دارم تعریف میکنم قراره در سیستم تردد من چیزی را کنترل بکند یا چیزی را کنترل نکند؟ با فعال شدن این گزینه یک نوع مجوزی برای من اینجا نمایش داده میشه که من باید اینجا بگم این درخواست پروازی که مثلا رزرو رفاهی کارکنان ساکن شاغل هست، موقع ثبت بره نوع مجوز مرخصی منو از داخل سیستم تردد کنترل بکنه، که اگر در تاریخ پرواز مجوز مرخصی تایید شده بود اجازه بده درخواست پروازی ثبت بشه، و اگر مرخصی ثبت نکرده بود یا تایید شده نبود اجازه ثبت درخواست پروازی رو به ما نده. یا امکان داره یک نوع رزرو دیگه‌ای داشته باشم از نوع رزرو مأموریت، که اگر همچین چیزی باشه من میتوانم نوع مجوزم رو بذارم از نوع مأموریت، که هر زمانی درخواست پروازی از نوع مأموریت صادر شد موقع ثبت بره تاریخ مأموریت رو چک بکنه و در اون تاریخ حتما پرسنل باید یک مجوز مأموریت از نوع تایید شده داشته باشه. مورد بعدی امکان داره من یک نوع رزروی داشته باشم از نوع رزرو کارکنان تردد هفتگی من، که اینجا لزومی هستش که بعد از ثبت درخواست پروازی که از نوع رزرو کارکنان تردد هفتگی باشه حتما بره شیفت سازمانی طرف رو در سیستم تردد چک بکنه. همونطوری که میدونید در سیستم تردد ما هر شخصی یک روتیشن کاری داره و اگر این نوع مجوز از نوع شیفت سازمانی باشه موقع ثبت درخواست پروازی میره تاریخ پرواز و چه رفت چه برگشت با روتیشن کاری آن مشتری آن کارمند چک میکنه که حتما این درخواست پروازی که داره میزنه به سایت یا از سایت داره خارج میشه حتما در روتیشن کاری مشتری باشه، همکار باشه. مورد بعدی ما یک رزروی میتوانیم تعریف کنیم که این رزرو میتواند رزرو کسر از حقوق کارمند باشه. یک نوع سهمیه‌ای داریم که اگر این تیک رزرو از نوع کسر از حقوق رو فعال بکنیم و همونطوری که میدونید این رزرو دیگه محدودیتی نداره و هر کارمندی میتواند یک نوع رزرو از نوع کسر از حقوق داشته باشد، که اینجا ما درصد کسر از حقوق از سهم کارمند رو اینجا میتوانیم مشخص کنیم که هر موقع هر درخواستی از نوع کسر از حقوق زد چند درصد این باید از حقوق کارمند کسر بشه.
و یک گزینه دیگه هم اضافه کردیم که در صورتی بتواند سهمیه کسر از حقوق رو استفاده کنه که تو مابقی سهمیه ها سهمیه مازاد نداشته باشه. مثلا امکان داره در سهمیه رفاهی خودش هنوز 5 تا سهمیه مازاد داشته باشه، ولی بخواد از رزرو کسر از حقوق هم استفاده کنه. با فعال شدن این گزینه اول میره اون رزروهای قبلی کار یا اون سهمیه های قبلی کارمند رو کنترل میکنه و اگر داخل آنها سهمیه هنوز داخل سبد اون همکار باقی مانده بود، اجازه ثبت کسر از حقوق نمیده سیستم و اول میگه که باید سهمیه های قبلی تو صفر بکنی و بعد از سهمیه کسر از حقوق استفاده بکنی. بعد از اینکه ما کلیه رزرو های یا سهمیه هایی که داخل شرکتمون مورد نیاز بود و تعریف کردیم، مرحله بعدی باید یک تخصیص تعداد و نفراتی که قرار از این سهمیه استفاده کنند و داخل سیستم ثبت بکنیم که اون تو قسمت تخصیص سهمیه پروازی قرار داره. این شکل که مثلا من برای رزرو رفاهی که قبلا اومدم اونجا تعریف کردم، در اینجا میتوانم بگم این رزرو قراره به چه افراد اون کارمندی اختصاص پیدا کنه. همونطوری که میبینید مثلا رزرو رفاهی افراد ساکن شاغل مثلا قراره به خود کارمند، پدر، مادر، زن، شوهر و غیره تخصیص پیدا بکنه و ما اینجا تعداد سهمیه رو داریم که مثلا به ازای هر نفرشون ما اینجا 100 تا سهمیه دادیم به ازای هر دوره زمانی که قبلا تو فرم قبلی تعریف کردیم. و این نوع تعریف میتواند به این شکل هم باشد که من مثلا میگم کارمند به ازای هر کارمند من 100 تا سهمیه خواهم داشت، ولی قرار مثلا پسر یا دختر آن کارمند به جای اینکه 100 تا سهمیه داشته باشن به صورت درصدی 50% از سهمیه مازاد کارمند رو استفاده بکنن. یعنی به کارمند میگم 100 تا سهمیه و مثلا به دختر، پسر یا بقیه میتوانم بگم به جای اینکه هر کدومشون 100 تا سهمیه داشته باشن برن از 50 یا 60 یا درصدهای مختلف از سهمیه مازاد خود کارمند استفاده بکنن. یا داخل مثلا سهمیه مأموریت ما قرار این سهمیه رو فقط به کارمند بدیم و هیچ محدودیت تعدادی هم براش در نظر نگیریم، ولی توی فرم قبلی که تعریف سهمیه ها بود تو قسمت مأموریت گفته بودیم که حتما بره داخل سیستم تردد مأموریت اون شخص رو تو درخواست پروازی کنترل بکنه. مبحث بعدی ما تخصیص انواع رزرو ها به کارمندا هستش که ما وقتی سهمیه های پروازی رو تعریف کردیم و گفتیم که هر نفری چند تا سهمیه و چه سهمیه هایی داشته باشه، حالا تو این فرم می توانیم به کارمندهایی که داخل سیستم کارگزینی ما تعریف شدن انواع رزروایی که اونجا تعریف کردیم و اختصاص بدیم که این کارمندا می توانند چه نوع سهمیه هایی رو استفاده بکنند. و همینطور در اطلاعات بستگانمونم که باز این قسمت هم قراره به صورت اتوماتیک از سیستم کارگزینی قسمت کارمند اطلاعات بستگان به صورت اتوماتیک اینجا پر میشه و حتی اگر داخل سیستم کارگزینی من نفر تحت تکفلی از داخل تحت تکفلی اون کارمند خارج بشه به صورت اتوماتیک از اطلاعات بستگان اون کارمندم خارج میشه و دیگه اون کارمند نمیتواند درخواست پروازی برای اون نفر ثبت بکنه. مورد بعدی من فرم درخواست پروازی کارمند رو دارم
که داخل این ثبت درخواست پروازی کارمند قراره هر کارمندی داخل این فرم درخواست پروازی خودش رو طبق اون سهمیه ها و برنامه های پروازی و مواردی که در فرم های قبلی ما تعریف کردیم بتواند یک درخواست پروازی برای خودش ثبت بکنه. به تبع اینجا کارمند اسم خودش رو انتخاب میکند که من اینجا قبل از اینکه این فرم رو توضیح بدم احتیاج دارم که اون در اطلاعات پایه اون فرم تنظیمات اولیه‌ای که اول دیدیم یک توضیح اینجا خدمتتون بدم. ما داخل ماژول پرواز یک سری کاربران ارشد ماژول پرواز داریم که برای بار اول این کاربرها رو داخل سیستممون تعریف میکنیم به عنوان کاربر ارشد. کاربر ارشد داخل سیستم چند تا کار میتواند انجام بدهد. اولین کارش اینه که داخل درخواست پروازی کارمند میتواند برای کلیه کارمندهای شرکت درخواست پروازی ثبت بکنه. به تبع من اگر با یک یوزر یا با یک کاربری به سیستم لاگین کنم که جزو ادمین ماژول پرواز نباشه، داخل این لیست کارمند فقط کارمند خودش و کد پرسنلی خودش رو مشاهده میکنه، ولی کاربر ادمین ماژول پرواز میتواند برای همه پرسنل درخواست پروازی بذارد. باز کاربران ادمین ماژول پروازی که ما اینجا در فرم تنظیماتمون این پایین ثبت کردیم قابلیت اینو دارن که تو درخواست پروازی که بخواد ثبت بشه بتوانند تعیین کنند این درخواست پروازی گردش کار داشته باشد یا گردش کار نداشته باشد. به طبع اگر کاربری باشه که ادمین ماژول پرواز نباشد، این گزینه براش غیر فعال خواهد بود و درخواست پروازی شامل گردش کار خواهد شد. یکی دیگه از قابلیت‌های ادمین ماژول پرواز به این صورت هستش که برنامه‌های پروازی رو میتواند داخل اینجا براش درخواست پروازی بزند که از 72 ساعت آینده شروع شود. یعنی کاربران عادی حق ندارند از تاریخ درخواست پروازی 72 ساعت به قبل بتوانند درخواست پروازی ثبت بکنند و تمام اینها برنامه پروازی رو بهشون نمایش میده که در 72 ساعت آینده و بیشتر باشند. ولی باز کارمند ادمین ماژول پرواز خواهد توانست در هر تاریخی که میخواد برای هر پرسنلی یک درخواست پروازی ثبت بکنه. با انتخاب کارمند و انتخاب اون رزروی که اینجا بهش اختصاص داده شده، شهر مبدأ، تاریخ پروازی، شهر مقصد و همینطور وقتی که فیلد مبدأ، تاریخ پرواز و شهر مقصد پر میشه، ما اینجا در برنامه‌های پروازی که شرکت چارتر کننده ارائه کرده و دسترسی عمومیشون فعال باشه برای پرسنل نمایش داده میشه. اگر تو فرم برنامه پروازی دقت کرده باشین، بابت هر برنامه پروازی و هر مسیر پروازی ما یک دسترسی عمومی داشتیم که می توانستیم فعال کنیم یا غیر فعال کنیم. باز دوباره ادمینای ماژول پرواز می توانند همه برنامه‌های پروازی چه دسترسی عمومی داشته باشد چه دسترسی عمومی نداشته باشد و اینجا مشاهده کنند، ولی کاربرای عادی فقط برنامه‌های پروازی که دسترسی عمومی داشته باشن و اینجا براشون قابل مشاهده خواهد بود. داخل این لیست انتخابی ظرفیت باقی مانده، تعداد ظرفیت و تعداد رزروی که روی این برنامه پروازی وجود داره قابلیت انتخاب خواهد داشت. خب من اینجا مثلا یک کارمندی که نوع رزرو داشته باشه رو انتخاب میکنم. مثلا از نوع رزرو مأموریت خواهم زد، یک برنامه پروازی رو انتخاب میکنم و در قسمت پایین میتوانم
نسبت افراد یا اون افرادی که قراره توی این درخواست پروازی باشد و انتخاب میکنم. چون ما تو در قسمت قبل به رزرو مأموریت فقط دسترسی کارمند رو دادیم، فقط اینجا اجازه دارم کارمند رو به عنوان نفری که قراره در این درخواست پروازی باشه انتخاب بکنم. پرفرض اگر نوع رزرو من از نوع رفاهی بود، در پایین مابقی بستگان کارمندم برای من به قول معروف نمایش داده میشد و من میتوانستم انتخاب بکنم. مبحث بعدی این درخواست پروازی به محض اینکه ثبت شد طی اون گردش کاری که ما تعریف میکنیم داخل هر شرکتی که امکان داره فرق بکنه، به کارتابلای افراد مختلف داخل چارت سازمانی بره و در نهایت به کارتابل فرد مسئول امور مسافرت و پرواز و با تایید این درخواست پروازی یک لیست انتظاری داخل عملیات پرواز برای من شکل خواهد گرفت. ما داخل عملیات پروازی یک لیست های پروازی داریم که با تایید حل درخواست پرواز کارمند داخل لیست انتظار این لیست های پروازی یک رکورد اضافه خواهد شد. مثلا الان در این برنامه های پروازی که اینجا شما مشاهده می کنید، من یک درخواست پروازی دارم که اینو نفر مسئول امور پروازی من تایید کرده و این در لیست انتظار من مشاهده میشه. با انتخاب این رکورد و زدن دکمه ارسال به لیست‌های پروازی، این درخواست پروازی من به لیست پروازی من اضافه خواهد شد و با این فرایند یک SMS به این کارمند من ارسال خواهد شد که مشخصات پروازی، تاریخ پرواز، مبدأ و مقصد برای کاربران پیامک ارسال خواهد شد که من اینجا برفرض اگر این گزینه رو بخوام غیر فعالش کنم، میتوانم انتخاب کنم که با این فرایند اسمسی به اون شخص ارسال بشود یا اسمسی به اون شخص ارسال نشود. امکان داره من کاربر ادمین ماژول پرواز انتخاب بکنه که حالا این نفری که به لیست انتظار من اضافه شده بخواد مجدداً به لیست انتظار برگرده که ما داخل این قسمت هم باز میتوانیم با زدن این دکمه پیامکی به اون نفر ارسال کنیم یا ارسال نکنیم. مورد بعدی امکان داره که من در لیست انتظارم با توجه به برنامه پروازی که این کارمند من در درخواست اولیه‌اش ثبت کرده و این پرواز رو انتخاب کرده، من امکان داره حالا ببینم که مثلا این پروازی که ایشون انتخاب کرده جا نداره و بخوام اینو جابجاش بکنم و داخل یک برنامه پروازی که خودم تعیین میکنم ارسال کنم که اینجا تاریخ اون پروازی که قرار این درخواست پروازی رو جابجا کنم انتخاب میکنم و برنامه پروازی مورد نظر رو انتخاب میکنم و با زدن جابجایی برنامه پروازی و میتوانم اینجا انتخاب بکنم که پیامکی بابت این جابجایی به اون کاربر مربوطه ارسال بشود یا ارسال نشود، این کار رو انجام بدم. مورد بعدی امکان داره در فواصل مختلف من اطلاعات برنامه‌های پروازی از طریق شرکت‌های چارتر کننده تغییر پیدا بکنه. مثلا من در تاریخ 20 مبدأ اصلویم به مثلا تهران داخل این برنامه پروازی که شمارش بوده 185 و ساعت پروازش هم 13:35 بوده، امکان داره شماره پرواز عوض بشه و همینطور ساعت پروازم عوض بشه. با ثبت این فرم
برای تمام پرسنلی که درخواست پروازیشون روند شماره پرواز و تاریخ پرواز قبلی بوده یک SMS ارسال میشه که از تاریخ پرواز جدید، ساعت جدید و شماره پرواز جدید مطلع بشن. مورد بعدی دیگه که من دارم تغییر وضعیت برنامه‌های پروازی هستش. من امکان داره در یک تاریخ پروازی که مثلا این برنامه پروازی باشه از مبدأ اصلویه به جزیره کیش با این شماره پروازی، به هر دلیلی امکان داره از شرکت چارتر کننده این برنامه لغو بشه، حالا به دلیل بدی آب و هوا یا نقص فنی یا دلایل دیگه، که من باز دوباره اینجا وقتی که این فرم رو ثبت بکنم برای کلیه درخواست‌های پروازی و لیست انتظاری که داخل این برنامه پروازی بوده SMS لغو برنامه پروازی ارسال خواهد شد. مورد بعدی که ما داریم تغییر ظرفیت برنامه پروازی هستش که ما تو قسمت قبل همونجوری که گفتیم یک برنامه پروازی از شرکت‌های چارتر کننده امکان داره دریافت کنیم در فواصل مختلف، در فواصل زمانی مختلف، ولی امکان داره در طی روزهای بعدی برنامه‌های پروازی من از نوع افزایش یا کاهش تعداد پروازی داشته باشن. امکان داره من بتوانم یک سهمیه مازادی بگیرم یا امکان داره سهمیه‌ام کاهش پیدا بکنه که از طریق این فرم تو اون روزهای مربوطه، تاریخهای مربوطه و مبدأ و مقصد و اعلاین میتوانم با کاهش یا افزایش ظرفیت پروازی این کار رو انجام بدم و با ثبت این فرمم به اون برنامه‌های پروازی مازاد یا کاهش این تعداد سهمیه‌ها اضافه خواهد شد. مورد بعدی که من یادم رفت داخل لیست‌های پروازی برای شما توضیح بدم، من داخل لیست انتظاری که انتقال پیدا میکنه به لیست پروازیم اینجا یک نوع سهمیه‌ای خواهم داشت که این نوع سهمیه‌ای که من دارم استفاده میکنم یا امکان داره از نوع سهمیه‌ای باشه که شرکت‌های چارتر کننده بار اول در اختیار من گذاشته باشن یا امکان داره این درخواست پروازی رو من مازاد بر سهمیه‌ام بگیرم. مثلا من طی این روزی که اینجا هستش 4 تا سهمیه داشتم، 4 تا من پر شده و قراره برای این درخواست پروازی مازاد سهمیه استفاده بکنم یا قراره این درخواست پروازی که کارمند ثبت کرده رو من از یک شرکت یا آژانسی برم این هزینه پرداخت بکنم و این بلیط رو بخرمش. باید تمام اینها رو داخل این لیست های پروازی مشخص کنم. لیست های پروازی من یک وضعیت ثبت اولیه داره و وضعیت بسته شده. یکی از کنترل هایی که تو این تغییر وضعیت انجام میشه کنترل نوع خریدها هستش. برفرض اگر من داخل این برنامه پروازی که از اصلویه به تهران با این شماره پروازی هستش 5 تا سهمیه داشته باشم و داخل لیست انتظار من 2 نفر قرار گرفته باشن، من نمیتوانم و سیستم بهم اجازه نمیده که نوع خریدی انتخاب کنم از نوع مازاد سهمیه یا شرکت آژانس و سیستم پیغام میده که اول باید سهمیتو که در اختیارت هست صفر کنی و اگر اونو صفر کردی حالا اگر قراره بری مازاد بر سهمیه بخری یا خرید آژانسی بخری اجازه ثبت مورد رو به شما خواهد داد. به طبع اگر داخل لیست انتظار من نوع خریدی داشته باشم که از نوع خرید شرکت یا آژانس باشد، حتما باید اینجا مشخصات خرید بلیط رو اینجا پر کنم که این بلیطی که دارم از آژانس میگیرم از چه آژانسی خریداری شده و این آژانسی که رفتم این بلیط رو ازش خریداری کردم قراره همون قیمتی که من از شرکت‌های چارتر کننده
بهم تخصیص داده شده قیمت بلیط رو از اونجا فراخوانی کنه، یا خیر من قراره با یک قیمت جدید اینو بخرم که اینجا هم این فرم باید تکمیل بشه. مورد بعدی که ما اینجا خواهیم داشت مورد ارسال لیست انتظار از طریق وب سرویس خواهد بود که من میتوانم لیست های انتظارم یا لیست های پروازی که قطعی شده است و در تاریخ های مختلف به شرکت های چارتر کننده خودم از طریق ارسال به وب سرویس ارسال بکنم که دیگه لزومی نداشته باشه داخل پنل این شرکت های چارتر کننده این کار رو از طریق دستی بخوام انجام بدم. این با روش API هایی که از این شرکت های چارتر کننده میگیرم لیست افرادی که تو اون روزها درخواست پروازی دارن به صورت اتوماتیک به شرکت های چارتر کننده من ارسال خواهد شد. مبحث بعدی که ما اینجا داریم قیمت گذاری برنامه های پروازی بود که اونم توضیح دادیم. قسمت درخواست پروازی هم فقط یک مورد کوتاه رو من اشاره بکنم که داخل درخواست پروازی هایی که ما داریم اگر نوع رزروی داشته باشیم از طریق رزرو فروش به آژانس ها که من اگر سهمیه های مازادم رو بخوام به شرکت ها و آژانس های مختلف سهمیه های مازادم رو ارائه کنم نوع رزرو و فروش شرکت به آژانس ها انتخاب میکنم و در این قسمت بعد از اینکه مسیرهای پروازیمو انتخاب کردم و برنامه پروازیمو انتخاب کردم اینجا مشخصات من به صورت فروش به آژانس مشخصات رو به صورت دستی پر خواهم کرد و در قسمت اطلاعات فروش بلیط باید بگویم این فروش رو قراره به چه شرکتی من انجام بدم. مثلا قراره به پتروشیمی ویژه مثلا منطقه پارس این بلیط رو ارائه کنم و به طب مبلغ بلیط هم به صورت اتوماتیک از برنامه‌های پروازی فراخوانی خواهد شد. خب دوستان دموی من اینجا پایان یافت. صحبت دیگه‌ای که اگر دوستان سوالی داشته باشن من در جلسه پرسش و پاسخ در خدمت دوستان خواهم بود. خیلی ممنون. خیلی ممنون بابت توجه و همراهی همگی. در واقع سوالاتی مطرح شده که فکر میکنم بیشتر در حوزه اینتگریشن با سایر سیستم های راهکارانه، به خصوص حوزه پورتال و خدمات الکترونیک کارمند. آقای کروندیان خیلی ممنون بابت توضیحاتتون. سوالاتی که مطرح شده به این شکل هستش. اولین سوال، آیا اطلاعات با چه مکانیزمی به شرکت‌های چارتر کننده ارسال میشه؟ آیا این امر به صورت دستی هست یا خودکار انجام میشه؟ من همونجوری که داخل دمو هم توضیح دادم تمام شرکت‌های تا اونجایی که ما کار کردیم تمام شرکت‌های چارتر کننده یک قالب وب سرویس استاندارد خواهند داشت که این قالب رو در اختیار ما قرار دادن و ما طی این قالبی که به ما ارائه شده اطلاعات رو طبق اون پارامترهایی که اون شرکت‌های چارتر کننده خواهند خواست در اختیار شرکت‌های چارتر کننده قرار میدیم و اطلاعات درخواست‌های پروازی که تایید میشه رو روزانه کاربران با زدن یک دکمه میتوانند از طریق وب سرویس یا API به شرکت‌های چارتر کننده ارائه بکنند. خیلی ممنون. سوال بعدی که دوستان مطرح کردند گفتن که در پورتال یا همون خدمات الکترونیک کارمند که
به اسم پورتال کارکنان هم در بعضی جاها شناخته میشه، چه فرم‌های قابل مشاهده است؟ برای شرکت‌هایی که نمیخوان فرم درخواست پروازیشون از طریق راهکاران ثبت بشه، میتوانند با ماژول خدمات الکترونیکی راهکاران دقیقاً ماژول فرم درخواست پروازی کارمند داخل سیستم خدمات الکترونیکی ما قابل مشاهده و ثبت هستش و اگر شرکتی این به قول معروف پورتال رو پابلیش بکنه روی اینترنت یا شبکه‌های داخلی دیگه، این فرم درخواست پروازی از طریق پورتال خدمات الکترونیکی سازمان قابل ثبت هست و پرسنل از بیرون سازمان هم میتوانند یک درخواست پروازی ثبت کنند و کلیه گردش کارها هم داخل همین فرم پورتالی انجام خواهد شد. خیلی ممنون. دو تا سوال بعدی بیشتر در خصوص کارهای فکر میکنم کاستومایزیشن یا تغییرات و توسعه این محصول باشه. اولین سوال این هستش: اگر به روی درخواست پرواز فیلدهای بیشتری مد نظر باشه تا در پورتال مورد استفاده کاربران پورتال قرار گیره، آیا این قابلیت وجود داره؟ بله، این قابلیت وجود داره. مثلا برای یک شرکت پتروشیمی ما بود که داخل این فرم 2 تا فیلد اضافه شد که موقع درخواست پروازی اون کارمند بتواند انتخاب کند که درخواست هتل احتیاج دارد یا درخواست هتل احتیاج نداره، که امور مسافرت و پرواز از روی این فیلد بتواند برنامه هتل رو برای اون کاربر اوکی بکنه و همینطور چند تا فیلد دیگه اونجا خواسته بودن که حالا بنا به شرایط هر شرکت این فیلدها قابل اضافه شدن خواهد بود. و سوال آخر: بنابر نیازهای شرکت، اگر برخی فرآیندها یا نیازمندی‌های متفاوت از سیستم حاضر باشه، آیا سیستم فعلی قابلیت توسعه یا تغییر داره؟ خب این خیلی احتیاج پیدا میکنه که ما اون تغییر رو ببینیم چی هست و تا چه جایی میتونه زیرساخت ما رو عوض بکنه. مثلا برای شما یک مثالی بزنم، مثلا ما قبلا انواع رزرو و بدون پارامتر در نظر گرفته بودیم، ولی شرکت‌های پتروشیمی بودن که این نوع سهمیه‌ای که می‌خواستن تعریف کنن پارامتر مدرک تحصیلی رو احتیاج داشتن که ما مدرک تحصیلی و اون پارامتر مدرک تحصیلی رو برای اختصاص سهمیه اضافه کردیم. ولی حتی اگر موردی باشه که زیرساخت ما زیاد دچار تغییر نشود، بله قابل انجام خواهد بود. قابل بررسیه. خیلی ممنون دوستان از همراهی شما. امیدوارم تونسته باشیم به حداقل سوالات مورد نیاز تو صنعت شما و در واقع بتونیم کمکی کرده باشیم به مسئولان یا مدیران HR و حوزه سرمایه انسانی. در ادامه اگر نکته یا سوال یا در واقع درخواست دموی اختصاصی یا در واقع نکاتی وجود داشت که توی این جلسه نتونستید آن رو مطرح کنید، میتونید از سایت بازار اقدام بفرمایید. ماژول پرواز رو توی اون در واقع اون فیلد بالا قسمت سرچ تایپ بفرمایید، میتونید درخواست تماس خود یا اون درخواست دمو رو ثبت کنید. ما هستیم در خدمتتون، در اسرع وقت باهاتون تماس گرفته میشه و اینکه حتما جلسه ای رو فیکس خواهیم کرد که بتونیم به شکل اختصاصی این موضوع رو با شما بررسی کنیم. امیدواریم که روز خوبی در ادامه همگی داشته باشید. به امید دیدار.